امروز می‌خوایم در رابطه با اینکه بچه چطور مستقل بشه و چطوری از وابسته بودن شدیدش جلوگیری کنیم با هم دیگه صحبت کنیم. سلام، با یه ویدیوی دیگه در رابطه با مسائل تربیتی کودکان در خدمتتون هستیم. ببینین در واقع پدر و مادرها به خاطر دلسوزی زیادشون، به خاطر دوست داشتن زیاد کودکشون یه اشتباهاتی رو میان انجام میدن که این اشتباهات باعث میشه که در واقع بچه در آینده و در جامعه آسیب ببینه و نتونه از پس خودش برمیاد. میان کارهای بچه ها رو انجام میدن که این انجام دادن کارهای بچه ها در واقع میتونه آسیب برسونه بهشون که توانمندی هاشون رو از دست بدن، در جامعه نیازمند افراد دیگه ای باشن و نتونن خودشون از پس کارهای خودشون بر بیان و در واقع اون حس رضایتی که موقع انجام دادن یک کاری توسط شخص خودشون به تنهایی به دست میاد رو از دست میدن و اون اعتماد به نفس و عزت نفسی که در نتیجه اون حس میتونه براشون به وجود بیاد رو نمیتونن به دست بیارن. وابسته بودن کودک باید کنترل بشه وگرنه هیچ زمانی نه خودتون نه کودکتون آسایش نخواهید داشت. در واقع این ظلم رو به بچه‌تون نکنین. اینجوری بچه‌تون هیچ چیز جدیدی رو هم نمیتونه به خوبی یاد بگیره. پس بیاین با هم دیگه راهکارها و مسائل مربوط به راحت تر شدن مستقل شدن بچه رو یاد بگیریم. البته یه نکته خیلی مهمی توی این بحث هستش که هر زمان توی این فرایند انجام دادن کارهاش سوالی رو داشت، با حوصله و با نهایت محبت به سوالاتش جواب میدین و راهنماییش میکنین بدون اینکه خودتون وارد کار بشین. مورد اول اینه که اجازه بدین کاراشون رو خودشون انجام بدن. در واقع پدر و مادرها به خاطر اینکه دلش میخواد در واقع آب توی دل بچه‌ها تکون نخوره، میان اکثر کارهای بچه رو انجام میدن. فکر میکنن بچه از پسش بر نمیاد و یا از اذیت میشه و یا اینکه خیلی بده که بخوان توی این دور و زمونه به بچه بگن همه کاراشو خودش انجام بده. اما دقیقاً برعکس این مسئله هستش. اگر شما کارهایی که از پس اون سن بچه‌تون برمیاد رو بهش بسپرین، در واقع اعتماد به نفسی رو به بچه دارین هدیه میدین که در آینده مدیون شما میشه. مثلا بچه حالش بده، حتی میخواد بره بیمارستان، شما میتونین اگر حالش خیلی بد نباشه بگین دکمه های لباستو خودت ببند. یا اینکه مثلا میخواد بره، شما که توی سوپرمارکت هستین و بچه میگین که این وسایل رو خودت ببر روی پیشخون بذار و کارت رو بده که حسابش بکنی. همین مسائل کوچیک که از پس بچه برمیاد، یا مثلا اینکه لباسهاش رو حتی بخواد خودش تا بکنه توی کشوش بذاره، همین کارها در واقع میتونه به باور کردن توانمندی‌های خودش کمک بکنه. مورد دوم عشق، احترام و صبوریه. هیچ وقت این سه تا عنصر مهم رو در رابطه با بچه‌تون فراموش نکنید. شاید براتون سوال بشه که چطوری عشق، احترام و صبوری میتونه کمک بکنه که یه بچه مستقل و با اعتماد به نفس بشه، اما بسیار این سه تا عنصر نقش کلیدی دارن تو این مسئله. هر وقت شما به بچه‌تون عشق میدین، احترام میذارین و صبوری میکنین در برابر اشتباهاتش، احترام میذارین به انتخاب‌هایی که میخواد داشته باشه، میخواد یه کاری رو انجام بده، اگر شما به خواستش احترام بذارین، اون با اعتماد به نفس بیشتری میره اون کار رو انجام میده. کارهایی که به ذهنش میرسه میخواد انجام بده رو میدونه که شما به خواستش، به تصمیمش احترام میذارین و میره اونو انجام میده. همین انجام دادن باعث میشه که اعتماد به نفس خیلی زیادی پیدا بکنه. یا عشق دادن بهش، صبوری کردن در برابر اینکه یه کاری رو داره انجام میده، شما بهش احترام گذاشتین کاری که میخواد انجام بده، اما وقتی که انجام میده خرابکاری میکنه. اگر شما توی این روند صبوری داشته باشین، باعث میشین که بچه فکر نکنه که اگر یک بار اشتباه میکنه در واقع یعنی تو اون توانمندی رو نداره و نمیتونه اون کار رو انجام بده. با صبوری، با کنارش بودن بهش میفهمونین که میتونه دوباره اون کار رو انجام بده و انقدر اون تکرار بکنه که بتونه بالاخره موفق بشه بدون ناامید شدن. مورد سوم اینه که مهارت‌های زندگی رو به فرزندتون باید یاد بدین. از سنین پایین شروع بکنین به یاد دادن این مهارت‌ها. در واقع ببینین شما اگر یاد دادن مهارت‌های ساده زندگی تا پیچیده رو بخواین موکولش کنین به سنین بالاتر، فکر کنین که بچه‌تون متوجه نمیشه و من الان زوده بهش اینا رو آموزش بدم. هر چقدر که زمان میگذره این مهارت‌های یادگیری مهارت‌های زندگی بچه سخت‌تر میشه. مثلا شما میایم بهش مهارت ساده‌ای مثل تا کردن، چطور لباساشو تا بکنه، چطور لباساشو بریزه توی ماشین لباسشویی
روشن قرار نیست بکنه، فقط میریزه توی ماشین لباسشویی. وقتی لباسش کثیف شده میبینه لباس کثیف هستش، اون لباس رو میذاره توی ماشین لباسشویی. چطور ظرفای کثیفش رو میبره میذاره توی سینک یا حالا ماشین ظرفشویی. باز هم میگم هیچ وقت وارد این مسئله نمیشیم که بخواد ماشین ظرفشویی یا لباسشویی رو روشن بکنه که خطرات رو در پی داشته باشه. یا یه مهارت مهم دیگه ای که هستش اینه که چطور بتونه پولاشو پس انداز بکنه. شما باید آروم آروم بهش یاد بدین که پولی که دستش میاد و چطوری باید یه مبلغش رو نگه داره و یه مبلغ مشخصی رو بتونه خرج بکنه. مورد بعدی اینه که ببینین شما بهش حالا مهارت‌های زندگی رو یاد دادین، این به تنهایی اصلا عمل نمی‌کنه. شما باید مسئولیت‌های مربوط به اون توانمندی‌هایی که بهش یاد دادین و در طول روز، در طول هفته بهش بدین تا اونا عملی بشن و تاثیر بسیار خوبشون رو روی اعتماد به نفس و استقلال بچه بذارن. مورد بعدی تشویق کردن فرزندتونه. حواستون باشه درست و بجا تشویق کنین. اینجوری نباشین که اگر بچه یه کار اشتباهی رو انجام داد، یه کارش رو اشتباه انجام داد، شما از اون ور بوم بیفتین و بازم تشویقش بکنین. نه، وقتی کارش رو داره خوب انجام میده تشویقش کنین، اونم نه خیلی زیاد. تشویق در حد اعتدال باید باشه. مورد بعدی اینه که شما باید یک محیط در اختیار کودک قرار بدین که توش استقلال خودش رو تجربه بکنه. وسایل مختلف بازی مثل رنگ‌آمیزی، خمیربازی یا چیزای دیگه، کتاب، همه چیز رو در اختیارش قرار بدین و توی اون محیط بذارین که لحظاتی تنها باشه تا بتونه با خودش فکر بکنه و تصمیم گیری کنه و انتخاب بعدیش رو، مسیر بعدیش رو در واقع انتخاب بکنه. مورد خیلی خیلی مهمی که مورد آخر هم هستش اینه که شما باید اجازه بدین بچه‌هاتون اشتباه بکنن. از اشتباه کردنشون، از خرابکاریشون نترسین. هیچ اتفاقی نمیفته، همه ما اشتباه میکنیم. شما باید فقط بهشون یاد بدین چجوری مواجه بشن با اشتباهاتی که کردن. باید همراهشون باشیم، به توانایی هاشون ایمان داشته باشیم و وقتی هم که اشتباه کردن اینو مدام بهشون یادآوری بکنیم که من همیشه به تو افتخار میکنم. باور کنید این جمله معجزه میکنه. کودک مستقل یا اصلا هر آدم مستقلی نیاز داره که اشتباه بکنه تا تجربه های جدید رو به دست بیاره. در واقع وقتی بچه‌تون اشتباه کرد، یه رنگ و ریخ روی فرش یا یه اتفاق بدتری افتاد که کارتون رو خیلی زیاد میکرد، حواستون باشه صداتون رو بالا نبرین، سرزنش نکنین. سرزنش کردن فقط باعث میشه که حس اعتماد به نفس، استقلال بچه سرکوب بشه. پس با آرامش برخورد میکنین، بهش یاد میدین که چجوری باید اشتباهاتش رو جبران بکنه. با هم دیگه دست به کار میشین و اون اشتباه رو جبران میکنین. حواستون باشه نذارین بچه از تجربه کردن بترسه، از عواقبی که ممکنه کارش در پی داشته باشه بترسه. شما باید کنارش باشین که اون حس بکنه که اون اجازه داره خیلی از چیزهایی که تو ذهنش میاد و دوست داره که اونا رو امتحان بکنه، که در نهایت باعث میشه که این حس خلاقیتش زیاد بشه، رو تجربه بکنه و حس بکنه که شما همراه و همپاش هستین و از شما نترسه. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودین. تا ویدیوی دیگه و آموزش نکات تربیتی دیگه، خدا نگهدار.